تصنیف در بهار امید از امیر جاهد. امیر جاهد متولد 1275 خورشیدی در تهران هست و از شاعران و تصنیف سازه بسیار مهم در ایران به شمار میره. تصنیف‌هاش با موضوعات میهنی، اجتماعی، عشقی، سیاسی و فلسفی هست و هم شعر از خودشه و هم ملودی ها. مجموعه این تصنیف ها با عنوان دیوان امیر جاهد در 2 جلد به چاپ رسیده که جلد اول در سال 1333 همراه با نوت ها هست و مقدماتی در مورد خود امیر جاهد و زندگیش و برخی از هنرمندان که باشون همکاری داشته و جلد دوم در سال 1349 طبع میشه. این مجموعه تصانیف هلوهوش 100 تصنیف و سرود هستند. او تحصیلات ابتدایی خودش رو در مکتبخانه شمس در گذر شیخ صفی‌الدین به اتمام رسوند. بعد به مدرسه علمیه در خیابان شنی تهران رفت و نهایتاً در دارالفنون تحصیلات خودش رو تکمیل کرد و تا ابتدای جنگ جهانی اول در روزنامه‌های رسمی ایران و برخی جراید به فعالیت روزنامه‌نگاری پرداخت. در سال 1305 سالنامه پارس رو منتشر کرد که 28 سال تداوم یافت. در سفری که به غرب ایران داشت توسط قزاقان روس دستگیر شد و بعد از مدت آزاد شد. در سال 1299 به استخدام مجلس شورای ملی در اومد و به عنوان دبیر انجمن اشاعه و اطلاع موسیقی مدتی کار کرد و همچنین به عنوان رئیس دوره شبانه هنرستان موسیقی فعالیت کرد. در سال 1308 مجموعه صفحاتی از آثارش با نوازندگی و هنرمندی ارسلان درگاهی و مرتضی‌خان میداود و آواز بسیار زیبای قمرالملوک وزیری در صفحات 78 ضبط شد. از جمله این تصنیف‌های ضبط شده کشور دل در دشتی، جان من در شور، امان از این دل که داد، در سگاه، به گردش فروردین که به یاد درویش خان این رو ساخته بود، در ماهور، در بهار امید، در افشاری، هزار دستان به چمن، در چهارگاه، امان ز هجر رخ یار، در اباعتا، بهار است و هنگام گشت، در بیات ترک و نرگس مست در شور. او در سال 1356 در تهران در سن 81 سالگی درگذشت. این آهنگ در افشاری 2 نواخته میشه. افشاری 2 که شاهدش 2 هست معمولا روی لاکورون ایستای موقت خودش رو انجام میده و روی فا ایستای کامل خودش رو و همچنین گاهی میتونه روی همون شور یعنی سول ایست نهایی خودش رو انجام بده. شورمون سول هست، بعدها لاکورون، سی بمول، می بمول و در افشاری همونطور که میدونیم نوت ره هم گاهی متغیره که ره کورون هم استفاده میشه. وزن این آهنگ 6/8 هست. کوکمون دو، فا، دو، دو، سی، دو، ره، سی، دو، فعلا ره کورونه، ره، دو. اینجا تک به 4 میزنیم. ره ضربه، ره رو از می بمول میکنیمش، دو رو با انگشت دوم میکنیم و باز با انگشت سوم دو رو میکنیم. ره، دو. حالا ره بکار میشه. ره، دو، ره، دو، سی، سی، دو. اینجا میتونیم تریل از سی بمول به سی کورون بدیم. سی، دو، سی، سی، دو، دو، سی، دو. که با ریز این اشارات رو میایم بالا. سی، سی، دو، دو، سی، دو، سی، دو، ره، دوباره ره، دو، ره، دو، سی، سی، دو، سی، سی، دو، دو، سی، دو.
جمله بعدیمون از می هست. میره 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 دو. به این گوشه میگیم گوشه جامدران در آواز افشاری. میره 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 دو ره دو رم ره دو سی سی دو سی سی دو سی لا سی دو ره دو رم ره دو سی سی دو سی سی دو سی لا. قسمت قرایی. فا 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 میر دو فا 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 میر دو سول فا سول که اشاره از سول به لا بمول میکنیم. سول فا سول سول فا می ره دو. اینجا باز تک به 4 ره دو دومی رو دو دو سی سی دو رم ره دو سو و دوباره قبلی ها تکرار میشه. این قطعه رو با سرعت 55 اجرا میکنیم. خود امیر جاهد در این نوت سیاه رو برابر با 80 در نظر گرفته که طبیعتاً هر چنگ سرعتش 160 خواهد بود و سیاه نقطه دار که هر ضرب ما باشه هلوش 55. در بهار عمری باید آنچه رویی از دریچه دل دید و چید و بویی حبیبم از دریچه دل دید و چید و بویی در کنار گلزار از شراب گلنار یک دو جامی و چند بوس از لب یار حبیبم یک دو جامی و چند بوس از لب یار او فلک نباشی ای جهان بپاشی تا که نشنوم من بانگ دل خراشی حبیبم تا که نشنوم من بانگ دل خراشی. جام باده ای چند با نگار دل من نوش زن به دنیا پشت پا و لبخند این عروس گردون وین انیس مجنون کی دهد دل و دست جز به مردم دو حبیبم کی دهد دل و دست جز به مردم دو. این دو روز خوش باش بر حذر ز کنکاش جز به همدم خویش راز دل مکن فاش حبیبم جز به همدم خویش راز دل مکن فاش. ای دل جنونی بی سبب بخونی بگذرد به دوره کنونی دایم از چناری بند جاه مالی جاهد این جهان هست خواهی و خیالی حبیبم جاهد این جهان هست خواهی و خیالی. ای بشر چه هستی